تورنیکه رو آن میکنیم. قبلش باید دست الیویشن بدیم، یه 3-4 دقیقه بعد نگه داریم یا اسمارش ببندیم. ما اسمارش نداریم، دست بالا نگه می‌داریم. 3-4 دقیقه شد. بزن تورنیکه رو چند؟ 280. خیلی ممنون. شد؟ این کریز تنار 5 میلیمتر در واقع نیم سانتیمتر اولنار سایت به این کلید در واقع مساوی با لبه اولنار انگشت سوم. اینجا محل برشمونه. دستو بیار سمت من بسید. فراغف پوست رو بریدیم یه ذره من چه دیگه، بقیهش با فراغفه، تکنیک خود منه. این لایه اول فاشیا بود. این عضله تنار تو بعضیا وریشن داره تا اینجاها چسبندگیش میاد. و واقعا این آنتیبریکال فشیاس. لایه باید ببری که اگر وریشنی وجود داره، شاخه تنار عصب زودتر آزاد شده اینجاها، بتونی ببینیش نزنیش. خب این زیریه ترانسفرس کارپال لیگامانه، ضخیم ترین لایه سقف تونل کارپاله. این زیر عصب بلافاصله زیر این لیگامان عصب قرار داره که یهو میزنه بیرون. مثلا همینجا مشخصه، ببینید چقدر تنگی داشته که لایه رو که میبری چه فاصله میگیره لبه های لیگامان از هم. دو تا انتها رو دیگه فراغف و چاقو رو میذاری کنار. استار زخم ببینید، این لیگامان رو بقیه‌اش رو متر میریم. دو تا آیه شده ذره دل به کار بده لطفا آقای مظفری. احسن. بالا مظفر بالا. اون لیگامان رو تا تهش با متر میره. باید مواظب باشیم که دو تا شاخه عروقی، قوس‌های عروقی کف دست اونجا اونا رو نزنیم. انتهای پروکسیمال زخم. خب این لایه رو در واقع ادامه ترانسفرس کارپال لیگامانه که میشه فاشیای آنتی براکیال. خب روش رو آزاد میکنیم. از زیرم بلانت دایسکت میکنیم. خب حالا از زیر یه ذره عمودی افقی تر بگیرین. ببینید اینو بندازی اینجا قشنگ‌تر. ببین بگیریم آیا مظفری. اینو قشر میدازیم شبیه خیاطی. تموم شد. ولش کن. عصب، این عصب مدیانه ببینید سر تا سر آزاد شد. کنار عصب هم که تاندونای فلکسور هم این زیر سفیدیاشو دیدیم. جالا ما دیگه باز نمی‌کنیم. و اما دوختن پوست عمل کارپال تانل ریز یه ذره قلق داره. نرخ 2-0. البته باید 3-0 داشته باشیم ولی نداریم، نیست امروز موجودی. این سوچوری که خودم ابداع کردم، نوری سوچور اولین بار اینجا دارم رسانه‌ایش میکنم. اسمش هم گذاشتم نوری سوچور. با این سوچور فارنیه شروع میشه. در واقع هم مزایای کانتینیوس رو داره مثل و هم مزایای این که لبهای زخم رو هم میخوابن، اسکار زخم بد نمیشه. دوتا مزیت با هم داره. البته کشیدنی تو مطب مریض داره اذیت میشه ولی خب دیگه
یه ذره اذیت لازمه. فارنیره تا آخر فارنیر، ولی هر بار میایم اون ور زخم. الان سوزن از این ور در اومد، میریم اون ور، ورودی بعدی از اون وره. دوباره یه فارنیر میزنیم. حالا سوزن از اون ور در اومد، دوباره میایم این ور، ورودی از این ور میشه. هی بازی میکنیم این ور اون ور تا به انتهای زخم برسیم.